سلام به خوشگل‌ترین دختر پسر رو کل کره زمین. بچه‌ها داریم این سفر چه سفری؟ داریم این سمت جنوب با سرکار خانم گیگیلی ارغوانی تولدشه. بریم که داشته باشیم ببینیم چه خبره. داریم میایم بهتره کنیم. یعنی نگاه کن بچه‌م خسته است ولی خدای حق دارم. تا الان نشسته بود دیگه گفتم بذار من بشینم تو یه چرت بزن. اومدیم پمپ بنزین. بچه انقدر بیرون سرده اصلا حال نداشتم بیادشم. به خدا یارو گفتم آقا باکو پر کن. خلاصه که بچه ما الان کاشانیم برسیم جای دوباره براتون میگیرم. دقیقاً 10 دقیقه بعد از اینکه فائزه از من ویدیو گرفت که خوابیدم الان اومدیم آرامگاه حافظیه. 8 ساعت رانندگی کردم. 8 ساعت دیگه مسیر داریم ولی فکر کنم ارزششو داشته باشه. ما جون سخت‌تر از این حرفاییم. اینجا خیلی معرکه است. خیلی معرکه است. یه دونو بزن سارا. آفرین عزیزم. مرسی. چای گوگولیه. بفهم آبی فال بگیرم. فالت بگیرم. بیابت معلومه فالت خوبه. ببینیم چه خبره. دست شما در نکنه. بذار یه رخ از فالت بنمایانم. اگر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. ببین دیگه فهمید خودش. بریم تو. کامی هم که چشات باز شد. عزیزم چشات باز شد. پیشنهاد من به شما اینه که هیچ وقت با ماشین نیاد کمرتون میشکنه. نابود میشید نابود. 6 ساعت دیگه راه داریم. دقت کردی؟ چشات باز شد. بنزین تموم کردیم بچه‌ها. شانس آوردیم. بنده خدا گفت میتونم بهتون بدم 40 کیلومتر با بنزین جلوتره. یعنی نابود میشدیم. چراغ چشمک زنم هم روشن بود. این جاده الان چی دیگه نبود واقعا. وای بچه صف رو ببینید تو خدا. یعنی خسته ترینیم ها. این صف هم که الان مشاهده میکنید فکر کنم 2-3 ساعت طول بکشه میکنم. خلاصه که فقط من دوست دارم سریع برسیم قشم. همین تمام. بچه‌ها ما سوار لنز شدیم بالاخره. حرکت کرد و شروع اشغال همین برنامه. میریم قشم. حالا بچه‌ها ما سوار لنز شدیم. حاله من تا لنز شدم. بچه‌ها صبح اومدیم پاساژ واسه فائزه خرید کنیم. برقا رفت آقا. برقا رفته. 1 ساعت ما اینجا این برقا رفته. بد شانسم. بچه‌ها طبق معمول ماشین رو گم کردیم. آقا الان به من بگید چجوری ما توی این وضعیت ماشین پیدا کنیم. بعد این همه وقت بالاخره وقتشه بگم آخرش. آرامش مطلقه. لذت میبرید چی؟ من میخوام برم پایین میشه لک لک رو ببینم چه خبره. نظرت چیه؟ مثبته. نگاه کن تو رو خودت. چه چیزی جستی گرفت. بذار جان. خب بگو ببینم که اول از همه که یه آرزو کن. بعد سوال دارم ازت. آرزو زیاد دارم ولی مهمتر آرزو دلم. بعد اینکه چه حسی داری؟ هم حس خوشحالی هم ناراحتی. جفتش. چرا ناراحتی؟ واسه اینکه هر سال بالاخره سن آدم میره بالاتر. یه حس بد داره ولی اگه بابت خوشحالم که دارم
تجربه خفن کسب میکنم و دوست دارم اون ورژن خفن تر از این که هستم برسم و بهترین اتفاقا برام تو زندگیم در کنار تو بیفته. انشالله که همینطوره. حالا آرزو تو مبارک. ویدیو با این بکشم بالاخره به آرامش رسیدیم. اومدیم دم ساحل. بچه‌ها قراره سوالای چالشی که حکامی پرسیدین رو ازش بپرسین، در نتیجه سرویس کنی، فقط سریع جواب بده. آماده ای؟ آماده‌ام. سوال اول، تو چندمین دوست دخترشی؟ سومی. راست گفتی؟ راست میگم. پرتکرار ترین سوال کی میری خواستگاری فائزه؟ یه روز بعد از ظهر. این سوال سرویسمون کردیم. الان تایمش نیستش که. قابونیه. سوال بعدی از در بیادبی ولی تا حالا تو استخر ادرار کردی؟ اگه میخوای سوالمو بخونی اسمم نورا. نورا جون عالی بودی. بله ادرار کردم همونطور که شما ادرار کردی. اگه به قبل برگرده دوباره با دوکی میشه؟ 100%. حکامی پرس تو رو بیشتر دوست داره؟ عجب بابا. یا دوست دختر قبلیشا؟ 100% شما. سوالایی بچه‌ها. اگه دوست دختر قبلیم بود که من الان اینجا نبودم. بله. چرا کامی هیچ وقت تو استوری علاقه‌شو نسبت به تو نشون نمیده؟ تو واقعیت هم همینجوریه؟ نظر چه این سوالتو جواب بدی؟ واقعیتش نه. تو واقعیت خیلی آدمت فهم مهربون و خیلی خوشقلبه. تو واقعیت. ولی تو مجازی ذره دوست نداره اینو بروز بده دیگه. خوشش نمیاد. چرا هیچ وقت نذاشتی اشکان اکست رو پخش کنه؟ بچه‌ها این سوالش آخه اصلا کوتاه نیستش که اینو انتخاب کرد. برای اینکه فقط به خواسته من نبوده، به خواسته تک تکمون بوده که این اتفاق بیفته. چون که اصلا اکسیت من یه چیز خیلی دعوایی و داستاندار و دارک و درد نخواه. اصلا مغزتون رو درگیر این داستان نکنید. ولش بدین بره اونو. بعدی نقطه ضعف و قوت فائزه چیه؟ نقطه چی؟ ضعف و قوت. نقطه ضعف تو قوت دوتاش میتونم بگم که خیلی آدم احساسی هست. هر جفتش میتونه این باشه. اول فائزه خوشت میومد تو عشق نفر یا زوری انتخابش کردی؟ اول از فائزه یه کرمایی داشتی. چیه فائزه رو مخته بچه‌ها این سوالا؟ چیه فائزه رو مخمه؟ هیچیش رو مخم نیست. نه دیگه جدی باش. خب چی تو یه مخم؟ چیزی باید رو مخه باشه دیگه. بالاخره آدمی زاده دیگه. چه اخلاق من، چه خصوصیت من رو مخت میشه یه وقتا. یه خصوصیتی که اکثر بهمن مایه دارن یه لجبازین دیگه نه؟ دادم وای. و اینکه دلیل جدایی با اکس سمیش. این سوال دوست داشتم ولی که الان که دلیل جدایی با اکس سمیم چون که بذار قشنگ فکر کن. برنه بخواه بگم دیگه بچه‌ها سواله دیگه. چون که فوق‌العاده آدم مریض و مشکلدار و روانپریشی بود با عرض پوزش. درسته که اکس هم بوده ولی واقعیتش همین بوده. همین دیگه بیشترشو نمیگم اینجا. و آخرین سوال، خواستم آخرین سوالو به خودم تموم کنم بچه‌ها. همون قسمت اول عشق و نفرت کامی رو تو کراش بوده یا نه؟ کامی رو تو کراش نبوده، کرم داشته. یعنی چی؟ حالا کرم داشته دیگه. کرم پسرونه داشته ولی خب بعد یه تایمی به هر حال بله تمامه؟ تمام؟ دارم واسط بچه‌ها دارم واسط نوبت منم میشه. اگه راضی بودین از سوالایی که انتخاب کردن تو کامنت حتما بگین که این روالو بیشتر میکنم چه تو این استان. بچه ببینید کجا آوردتتون سوالا رو بپرسه. سری بعد میریم یه جایی بهتر. فعلا دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. خب ما داریم میریم هرمز، همینقدر یهویی بچه‌ها و اینکه مجبوریم وسایل کمی رو با خودمون ببریم. اصلا مجبور نیستیم، وسایل زیادی هم داریم با خودمون ببریم. کاملا نشون بده. ولی سنگینه ولی دارم میبرم. بچه‌ها من میترسم شب یه ذره من خودم از آب خطرناکه. ولی الان داریم میریم هرمز، داریم لذت ببریم. اگه ندیدین دیگه ما رو دیگه حلال السون. ان شاءالله که بلای ما دریا نیفته. ماهی چی کوسه بیاد گوشیمونو بخوره ببله. او جشن شد. آقا
بچه‌ها به خاطر تولد من داره میزنه ها. اینجوری هم من همیشین دل پاکی دارم. بیا اینجا کیک هم نخور. بده من. بیا اینجا ببینم. کیکو بزن به بدن. همینجوری. یه گاز آفرین. بزن. تولدت مبارک. این بقیه‌اش هم مغازه خورده بودا. عالی بودی. مبارکه. ما رفتیم وای بچه قیافه کامی فقط زرد شده بچه. خیلی منم میترسم دروغ چرا بچه من از آب همون میترسم. این دیگه اصلا دیگه. خب آقا ما بالاخره سعی سالم رسیدیم. این آقا انقدر تو مسیر دست در نکن. رسیدیم. داداش این اسکلت چیه؟ همون چی گفت کجا وایسیم؟ بزن و بکوبه. کجا گفت وایسیم؟ بغل شناور. بغل شناوره. آقا رسیدیم الان اسکله ماهیا رو و گربه‌ای که کلاس داره ماهی نمیخورد اینجا رو باشه. بله این نه بده من. آخه خب بگو ببینم که چه حسی داری. چرا گوشی ارزم قاپیدی؟ بگو ببینم چه حسی داری. سر تولدم دیگه خوشم همینجوری داریم ادامه دار این لوکیشن به اون لوکیشن و هنوز که هنوز بچه‌ها من تا فردا همینجوری ادامه میدم. تولدم هست. الان این هفته همش تولدته. تا آخر هفته تولدم هست. تبریکاتونو پذیرم. خب بچه‌ها دوست کامی اومده دم اسکله دنبالمون با این سه چرخ بامزه. بریم که امشب یه شب خفم. آقا رفیقم اومده دنبالم. داشتم با سه چرخ اومده دنبالم داره میبرتمون لذت ببریم. آهنگ گره فقط. لذت. بچه ها اومدیم قلعه پرتغالیا تو تالان اجتماعات. در شب چیه؟ مثل غریب و ترسناکیه. مثل این چیزایی ترسناک هستن. درسته برو. راه داره نه برو راه داره. همش راه داره برو. اینجا رو زود رد چی سخت نریزه. بچه اومدیم کندوکار. فاجر حست چیه تو روز تولد همه این چیزا با هم داری تجربه خیلی می‌کنی؟ باحاله. هورمون اصلا خیلی پیشنهاد حتما میاد. خیلی خفن. بریم بکن اینجا. سر کن. خوش آمدید برید دوستان. بچه ها مشاهده میکنید که رسیدیم هوا تفانی شده و سویشرت رو کشیدیم. شانس آوردیم سویشرت رو بردیم. ولی من با شلوارک. چه اکثر بگید بد ایو هوا رو آروم میگیره الان. فکر میکنم بچه ها آی تگر گفت علی. وای نگیر هسته. وای بچه ها ما اومدیم هروز. من توی این مسافرت یه تفاوتی بین خودم و کامی فهمیدم که کامی غذا دریایی اصلا نمیخوره. من هم که عاشق غذا دریایی دیگه ماهی و میگو سفارش دادم. کامی همینجوری نشسته اینجا فقط داره نگاه میکنه. یه تست میری؟ چرا؟ خوبه ها. آقا برم بزنم ببندم ولی ایشونو من ماهی خور میکنم آخر یادتون باشه. وقتی که سیر میشی و بعد چندم عزیزم؟ جدی امروز آره 7 و 8 الان برگر زد و ترکوندی خودتو ها؟
بازیشان از اول میخواستش که نقش حنا بزنه، بالاخره موفق شد. چه حسی داری؟ خوشحالم. اصلا نمیشه جنوبی های نقش حنا بزنی، خیلی نصف کاره هست. چند تا دوست فرانسوی باحال پیدا کردیم تا اینجا، فقط فایزه بلده باشه صحبت کنه. آملت گود؟ بچه اومدیم نمک زعفرون، لوکیشن رو ببینید. بارون که میاد این نمک ها رو میشوره اینجا حالت رودخونه میشه میرسه به دریا. درست کردیم. خیلی حرفانه. و بالاخره ساحل سرخ. بازیگوش رو مشاهده میکنید. وای فانتزی بودیم از دیگه که بهش رسیدم. I love you. تو واقعا جای زیبایی بود ولی چه فایده؟ چه جوری دلتون میاد؟ تو رو خدا آشغال ندیدید تو این طبیعت زیبا. بچه ها به اینجا میگن قاره نمکی. حتی به اینجا میگن الهه نمک یا دره سکوت. آمو ساعت 2 شب سوار CG 125 لای هستیم، داریم میریم غار رنگین کمون. این موقع شب سلامتی هر چی CG سواره. دوستان گرامی همکنون آهو اپو بیا آقا سوژه خنده وطن جاده ما نباشه کنسله. بچه‌ار صبح بچه‌ها اگر علاقه به ماجراجویی‌های این گونه دارید، حتما ما رو دنبال کنید. I love you. من نمیام. گرد میاد. فائزه هستش یک ترسو ساعت 4:30 صبح. سوالت چیه؟ نفس‌تنگی دارم ولی قشنگ. یکم دیگه گریه میکنه.
فایزه خب وایس دیگه. بچه اومدیم یه اجرای خیلی باحال ببینیم. عمو خیلی باحالی به خدا، خیلی باحالی، خیلی لذت بردی واقعا. دمت گرم، دورت بگردم، فدای تو بشم عزیزم. دوباره جای دیدنی هرمزیم و فوق‌العاده با یکی از دوستای خفن جنوبیمون اومدیم داریم میگردیم. لذت. اومدیم دره مجسمه، کله عقابو ببینید. آقا من بردم واسه این بیوره نداریم اینجا این ویو رو. به دره لاک پشتا خوش اومدی. اوکی بابا. من نمیدونم چرا از این زغرایی پلیسم من بهتر جدی خودتون بگین چرا با هسته مسافر این اتفاق یا ماشین اتش میگیره میریم تو برف یا مریضی یا فلان. من حرفی ندارم. روز آخر هرمزه. امروز دوست داریم برگردیم. هوا به شدت ابریه، تا الان داشت بارون می اومد هوا رو بگی، ولی سعیمون رو میکنیم که برگردیم. فعلا بریم قش. برگشتن اومد دیگه. چالشی وضعیت وخیم شد، موندنی شدیم. همچنان دوباره وسیله ها بغل بندر. بچه ما لباسه بامزدمون هم از هرمز تهیه کردیم، میخواییم که بریم سمت قش. ولی کن هوا رره، هوا بسیار طوفانی و تا همین الان بارون میومد و من نظرم اینه که با قایق بریم، اما فائزه میترسه. بریم ببینیم چی پیش میاد. همونطور که مشاهده میکنید ما هنوز گیر کردیم، هرمز ما رو نگه داشته، بعد جیره توفانه نمیدونم گیر کردیم و بالاخره بای هرمز. بای. کاظمی هستم. ساعت نزدیک 400 کیلومتر راه داریم. 26 صبح راه دارم.
وضعیت کامی همکنون ترافیک واقعا از صدا متاسفم